من سلام و درود همچو دریا ورود میفرستم به تو از تمامی وجود. من سلام و درود همچو دریا ورود میفرستم به تو از تمامی وجود. مانسی جان تویی، نور ایمان تویی، روشنایی دلی کل انسان تویی. مانسی جان تویی. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از چیزهایی که امروز در بین ما و شما قدر با اهمیت نمیشیم، مثلا خواستن در مسجدها که مثلا وقتی که انسان ها داخل میشوند با جماعت میخوان نماز بخونن، یکی از نازکی هایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تاکید کرده که هستند، اون چیز دیده نمیشود غالبا. و یکی از نفرها را اگر خبر کنید که این کار خطا هست یا که درست کنید این کار، اون خیلی ناراحت میشود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تاکید کرده که هستند. صحابه کرام میگد بود رسول خدا صلی الله علیه و سلم یسوی صفوفنا، راست میکرد، برابر میکرد صفهای ما را. خیلی راست برابر میکرد، حتی که انما یسوی بهل القدح، حتی که مانند این برابر میکرد که چقدر که برابر کرده میشد قدح. قدح گفته همون تیره های نیزه یا که تیره های همون سهم هایی که تیراندازی میکنن. وقتی که اونا باید به درجه راست بود است که باید هر یک کدام راست باشد، وقتی در حال تیراندازی کج نرود باید. همین خیلی راست میکرد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. میگه صحابه اینه که مبالغه کرده است. یکی از روزها حتی را انا ان قد عقلنا عنه، حتی که دید میگه به تحقیق ما چی کردیم، همین چیز تعلیم گرفتیم و همون کار قطعی کردیم. مثلا دیگر صحابه کرام بسیار صفاشون راست میکرد. ثم خرج یوما، بعد از اون یک روز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برآمدن، فقام، پس شوخ شدن، حتی کاد یکبر، حتی که نزدیک به تکبیر میگفتن. یعنی که نبی صلی الله علیه و سلم حتی بگیم در حالتی که نماز شروع کردنشان بود، نزدیک شروع کردن حتی تکبیر باید میگفتن که شروع میکردن نماز. فرأى رجل بادیا صدره من الصف، پس دید یک مردی را که ظاهرش دیگه از صدر افته، کنده سینه‌اش از صف برآمدگی هست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن عباد الله لتسوون صفوفکم او لیخالفن الله بین وجوهکم. این روایت بخاری مسلم است. هر آینه برابر کنید صفهایتان را، یا اینکه لیخالفن الله، هر آینه چی میکند؟ خلاف میگرداند بین رویهای شما. در اینجا علما گفتند که یا اینکه رویهای شما را مانند رویهای بعض حیوانات، یعنی که تغییر میدهد، یا اینکه اینجا یک اضافت بگیم که حذف شدگی هست، یا اینکه معناش این است وجوه قلوبتان را، یعنی که اختلاف میشه، دیگر یک دیگر نفهمی میشود، پراکندگی میشود و خلاف در مابین دلهای شما، رویهای شما میشود. خلاصه گپ از اینجا ما چی را باید بفهمیم که برابر کردن صف یا که راست کردن صف این از ضرورت است. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث میفرماید که پر ساختن صف، راست کردن صف این از نماز است. این هم حدیث چی است؟ صحیح است که فإن تسویة الصفوف من تمام الصلاة، این که راست کردن، راست بودن در صف این از پر بودن نماز هست. وقتی که به صیغه امر آمده است، از اینجا اهل علم فهمیدن که راست بودن صف، پر ساختن صف از واجب ها هست. وقتی که این ناقص شد، این جبران ندارد که سجده سهو کنید درست شود. اما پر ساختن صف یا که ناپر ساختن صف، امام بخاری رحمه الله بابی کردگی است که در این موضوع اگر صف پر نباشد، راست نباشد، گناهکاری است گفته باب کردگی هستند. یعنی در صف باید طغری راست بودن و صف را راست کردن و در صف راست ایستادن این ضرورت هست. ولی للاسف امروز مردم در این چیز اهمیت نمیتن، اهتمام ندارن، نه که از ضرورت های نماز هست
و از نازکی های نماز هست. الله پاک همه شما را به این حدیث ها شنیدن و عمل کردن نصیب بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.